من فقط میرفتم باش که کسی بهش شک نکنه. چی بردین از خونه؟ فقط گاف صندوق. فقط گاف صندوق. گاف صندوق چجوری رو بردین پایین؟ با پتو انداختیم آسانسور رو بردیم پایین. همه اهالی تهدید میکردن با اسلحه که جلو نیا. من که یادمه که یه دونم هوایی زده. خونی گفتم به این روش میریم در خور میکنیم میریم داخل اتاق رو میگردیم و داخل کشو چیزی باشه، داخل گاف صندوق باشه یا گاف صندوق رو میاریم یا همونجا یه پیشگوشی یه دیلمی چیزی میندازیم خوردش میکنیم چیزی داخل پاش طلا و جواهرات میاریم.